Se postulaba y nadie пока немножко подкрашивает. Вот и мамаш. Софи, там была уже граница. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران، یار و دوستان، عزیزان، یک خبر مهم که در عالم اسلام پخش شده ایستاده است در بین تاجیکان، ترک‌ها، عرب‌ها، اینه که خبر دروغی است که کلام شیخ خواب دیده است که قرآن را کشاید، سوره بقره را نگه کنید که در آنجا موی می‌آید، این موی پیامبر باشد و این مو را در آب زده آب را نوشید. برادران، این همش خبری دروغین است. یگان شیخ این خواب را ندیده است. این یک احمق کردن مسلمان ها است. این یک فریفتن مسلمان ها است. کدام کتابی را که نکشاییم ما در آنجا یگان چیز می‌بینیم. ما در یا که مو هست، یا که میشگان هست، یا که ریش هست. برای خاطر وقتی کتاب قرآن خواندن، وقتی که مثال کتاب قرآن ما رو هم گیریم بکشایم در آنجا مو یافت می شود. برای خاطر وقتی خواندن یا که قاش می افتد، یا که ریش می افتد، یا که موی سر. به همین سبب با این فریفته ها اینه که گرفتار نشوید. این همش دروغ است، این همش فریب است. چند یار و برادران پرسیدن در این مسئله، هم از تاجیکا و هم از دیگر جاها هم خبر به ما رسید. برادرای ایران هم خبر رسید و یکی از شیخ‌های ایرانی گفت که من یگان خواب را ندیدم که شما را فریب کرده گفته ایستادن که گویا که من خواب را دیده باشم، و آن شیخ گفت که من یگان خواب ندیدم، این خبر دروغ است. و این خبر در بین برادرای ترک هم رفته ایستاده است. به این خبرها باور نکنید، این همش دروغ است. این یک کار عادی است. هر وقتی که شما کتاب رو میخونید، اینه که یگان موی شما آنجا میافتد، یک کار عادی است. کدام کتابی رو که نکشاییم این یافت میشود. به همین سبب این فریبا گرفتار نشوید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب برادران، پناه بر خدا، بار دیگر میگم که بر این فریفته ها، بر این خبرهای دروغ فریفته نشوید. همش دروغ است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.